جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود خداوند بر یکایی که شما دوستان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی خوشحال هستیم که با برنامه علامت سوال در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید عزیزان، حال دلاتون خوب باشه و تنتون سالم. میدونم که در روزهای سختی خیلی از ماها داریم سپری میکنیم و میگذرونیم و میدونم مخصوصا عزیزان هموطن در ایران متاسفانه به خاطر مسئله کرونا به هر حال نگرانی ها و غم هایی رو در دل دارید، اما دعا میکنیم که خداوند تسلی دهنده همه ما باشه و قوت دهنده همه ما. عزیزان ممنون و تشکر از اینکه یک سه‌شنبه شب دیگه با ما همراه شدید، با برنامه علامت سوال و برنامه خودتون رو انتخاب کردید تا در 90 دقیقه آینده با شما عزیزان باشیم و در ارتباط با موضوعات بسیار مهم و سوالاتی که در ذهن شما عزیزان هست به بحث و گفتگو بپردازیم. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال رو به صورت پخش زنده بر روی کانال 107 پارس ماهواره یاست میتونید تماشا کنید. همچنین اگر اپ جلویز رو داشته باشید بر روی اپ جلویز هم میتونید 107 پارس رو و هم اکنون برنامه علامت سوال رو عذرخواهی میکنم تماشا کنید. اما از طریق فیسبوک علامت سوال و اینستاگرام علامت سوال، فیسبوک و اینستاگرام 107 پارس و همچنین از طریق کانال یوتیوب 107 پارس میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال باشید همین الان عزیزان لینکی رو در کانال قرار دادن که بر روی این لینک اگر کلیک کنید میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده بر روی یوتیوب هم تماشا کنید. از طریق تمامی این راه ها میتونید با ما در تماس باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، درخواست دعا دارید و یا اینکه شهادتی دارید، از تمامی این راه ها میتونید با ما در تماس باشید و یا اینکه اگر مشتاق هستید که تلفن بزنید به صورت مستقیم به استودیو وصل بشید. البته بعد از نیم ساعت اول برنامه میتونید با شماره تلفن 2044 207 806 98 32 با ما در تماس باشید. ما هم خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم و سوالاتون رو از این طریق مطرح کنید. اگر دارای تلفن هوشمند و اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و یا تلگرام هستید میتونید از طریق شماره تلفن 2035 79 99 37 772 هم با ما در تماس باشید. پیغام های نوشتاری و صوتیتون رو بفرستید و همونطور که خدمتون گفتم بهترین راه هست برای فرستادن درخواست های دعاتون. اگر بیننده برنامه علامت سوال بودید میدونید که در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا هستیم و این لیست دعا اضافه خواهد شد به لیست دعایی که هفتگی عزیزان در شبکه 107 پارس برای دوستانی که درخواستشون رو فرستادن در دعا خواهند بود. پس تمامی این راه ها باز هست که با ما در تماس باشید و ما هم خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنوید. بریم با هم یک بار دیگه راه ارتباطی با برنامه رو ببینیم و برمیگردیم با مهمان عزیزمون. با شما خواهیم بود.
بله دوستان عزیز، یک بار دیگه راه ارتباطی با برنامه رو دیدیم، اما همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم مهمان بسیار عزیزی داریم از طریق اسکایپ، خانم لویز مخوف عزیز که بسیار خوشحال هستیم. خانم لویز جان، شما رو داریم امشب در برنامه. خیلی 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 خوش اومدید. ممنونم سالی جان، واقعا خوشحالم. برای من باعث افتخار در کنار شما عزیزان باشم، همینطور در خدمت بینندگان عزیز. واقعا سلام و سلامتی بر بینندگان عزیز، بر شما. داشتم 2-3 روز پیش از مزمور 122 میخوندم، یه 2 تا آیه خیلی دلم رو مشغول کرد باهاش که در شرایط فعلی ایران احساس کردم دعای خیلی مناسبیه. میگه سلامتی در باره‌های تو باشد و رفاهیت در قصرهای. سلامتی بر تو. حقیقتا دعای من برای تک تک بینندگان عزیز این مسئله است که سلامتی خداوند بر اینا ساکن بشه. آمین آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. موضوعی که امشب انتخاب کردید که کاملا هم برازنده شماست برای صحبت کردن در رابطه با این مسئله و موضوع بسیار مهمی هست در ارتباط با قدرت شکرگزاری قرار هست که امشب صحبت کنیم عزیزان. پس حتما شما رو هم تشویق میکنم که تا آخر برنامه با ما باشید و همونطور که خدمتتون گفتم اگر در رابطه با این موضوع یا هر موضوع دیگه به هر حال صحبتی دارید، نظری دارید، سوالی دارید، با ما در میون بگذارید. خیلی جان، در رابطه با قدرت شکرگزاری من فکر میکنم که ما معمولا وقتی که به هر حال در رابطه با خدا صحبت میکنیم و به هر حال حتی رابطه‌ای که نسبت به خدا در موردش صحبت میشه، بحث میشه، یا حتی در ارتباط با دعا کردن، اولین چیزی که شاید توی ذهن ما میاد، چون که یک چیزیه که انگار از بچگی حتی باهاش یه جورایی بزرگ شدیم، فکر میکنیم که همیشه یک چیزیه که لازم داریم باید بریم به سمت فقط خدا و رابطه رو بیشتر خواستن هست از خدا. یعنی یه چیزیه که ما ازش میخوایم که برامون یه کاری انجام بده، حالا اون کار که انجام گرفتم به هر حال یه تشکری شاید بکنیم، شاید هم یادمون بره، ولی به هر حال یک چیزی هست که در مسیحیت در رابطه با قضیه شکرگزاری تاکید خیلی زیادی شده و مطمئن هستم که جای صحبت زیاد داره و اینکه اصلا شکرگزاری چی هست، چرا باید شکرگزاری کنیم و صحبت هایی که مطمئنا شما خودتون بسیار میتونید در رابطه باهاش صحبت کنید. پس میسپارم دست خودتون خواهر لویز جان و اینکه اصلا چی شد که این موضوع رو انتخاب کردید و بعد هم مثلا ببینیم که شکرگزاری یعنی چی. بله، البته این مطلب از یه تجربه شخصی، یعنی یهو این مطلب به فکرم رسید در مورد قدرت شکرگزاری بنویسم، برنامه آماده کنیم. یه تجربه شخصی بوده برای من. چند وقت پیش داشتم سر صبح کتاب مقدس میخوندم اینا، واقعا اصلا یادم هم نیست در چه زمینه‌ای بود، چطور بود، ولی این جمله پرستش ولرم خیلی جلوی چشم اومد، خیلی تو دلم بود و باش مشغول بودم اون روز رو. پرستش ولرم. شما یه برنامه هم با فریدون جان آماده کردی در مورد 7 کلیسا. میدونید که به کلیسای لاودیکیه عیسی برمیگرده به کلیسای لاودیکیه، میگه که یا سرد باش یا گرم، چون که نیم گرم هستی تو رو قی میکنم. این پرستش ولرم فکرمو خیلی همونطور که گفتم مشغول کرد و اینطور فکر کردم که یا در پرستش انسان یعنی واقعا نباید پرستش کنه، یا اگر پرستش میکنه باید درست حسابی پرستش کنه. اگر ولرم باشه این یه جورایی به مذاق خدا خوش نمیاد، اینطور فکر کردم. و اینکه پرستشی که ولرمه یه جوری زورزورکیه، یه جوری از روی اجبار و وظیفه است، انگاری حالا برای خالی نبودن عریضه حالا یه پرستش هم بکنیم، یه جورای کلاه شرعی میذاریم سر احساسات خودمون. به خودم گفتم، تصمیم گرفتم، گفتم من از این به بعد حقیقتا اینطوری که داوود میگه ای جان من خداوند رو متبارک بخواد، هر چه در درون من از خدا رو متبارک بخواد.
و اینکه واقعا با چه اشتیاق، با چه هیجانی داوود به حضور خدا میرفت، خیلی با دلم صحبت کرد این مسئله. و این که خداوند به این کلیسا میگه یا سرد باش یا گرم، دلیلش هم این بوده که اینا چشمه‌های آب گرم در شهر لاودیکیه به اصطلاح بیرون شهر بوده، اینا آب طبیعی نداشتن، از بالای کوه لوله کشی میشده این آب گرم میرسیده به شهر و وقتی به شهر میرسید نیم گرم بود. یعنی شما در پزشکی اگر میخواید یکی رو به حالت تهوع بندازید، شما به درجه حرارت بدن بهش آب بدید. این ولرم که باشه خود به خود به شکل طبیعی انسان حالت تهوع بهش دست میده. احساس کردم پرستش‌های ما هم یه جورای انگاری اگر این شکلی باشه انگاری به مذاق خدا یه حالت غی، اونجا که میگه تو رو غی خواهم کرد، یه همچه حالتی. شخصا این مسئله خیلی با دلم صحبت کرد که واقعا باید پرستش، شکرگزاری که به خصوص بیشترین چیزی که این حالت به اصطلاح حرارت پرستش رو بالا میبره در واقع این شکرگزاری است. روحیه شکرگزاری اون حال و هوای پرستش رو عوض میکنه، به مقدار هیجان خاصی بازی با احساسات نیست. این یک چیزی هست که در فکر و روح و روان ما یک اثر مثبت میذاره. خب مفهوم شکرگزاری برای همه کسایی که در رابطه با خدا هستن، در یک رابطه دو طرفه قرار دارن، یه مفهوم آشناییه. در یونانی اصلا کلمه تشکر و تفکر این دوتا همریشه هستن. یعنی در تشکر ما فکر میکنیم، در پرستش فکر میکنیم، در شکرگزاری فکر میکنیم که چه چیزایی رو عنوان کنیم، بیان بکنیم. ببینید نقطه مقابل شکرگزاری غرغره. یه دل غرغرو، گله‌مند، یه دل شاکی فرصت به شریر میده. وقتی که غر میزنیم در واقع ما در رو برای ورود شریر باز میکنیم، اجازه میدیم شریر دخالت کنه. آنچه که اصلا باعث مانع شد که قوم وارد سرزمین وعده بشن همین غرغر بود. 40 سال به خاطر غرغر اینها وارد سرزمین نشدن. تازه اون نسلی هم که بیرون اومدن اصلا در راه مردن. و در نهایت هم میبینیم که به گوساله پرستی منتهی شد. به هر حال چرا؟ برای اینکه روح شکرگزار نداشتن، روح غرغر داشتن. درست نقطه مقابل این شکرگزاری فقط یک منبع داره، یک سرچشمه داره و اونم محبت خود. وقتی کسی نسبت به ما محبتی میکنه، ما خود به خود به شکل طبیعی تشکر میکنیم. این یک آداب معاشرت، جزء اصول آداب معاشرت. شکرگزاری همونطور که گفتم محبت خدا انگیزه هست. ما رو به خدا ما رو محبت میکنه، ما در مقابل از او شکرگزاری میکنیم، تشکر میکنیم. شکرگزاری کاریه که من و شما انجام میدیم. این سهم ماست، ما انجام میدیم، ما نسبت به خدا انجام میدیم. در رابطه با خداست که در اون پرستش، دعا، ایمان، تقدس، این قربانی لبها، تسبیحات لبها که دعا و شکرگزاری باشه به شکل طبیعی خودجوش میاد. من یه جمله زیبایی چند وقت پیش یه جایی خوندم، آشنا هستید با این مثال برای افراد خوشبین و بدبین. این چیز لیوان پر یا میگن شخص خوشبین نیمه پر رو میبینه، شخص بدبین نیمه خالی رو میبینه. ولی این جمله اینو میگفت، ولی فرزند خدا میگه کاسه هم لبریز شد. حقیقتا از لبریزی وجود ما، لبریزی محبت خدا، کارهای خداست که حقیقتا لب به تشکر باز میکنیم و شکرگزاری میکنیم. همه اونایی که خدا رو میشناسن و باهاش در رابطه هستن ازش برای هر چیزی تشکر میکنن. اغلب حتی اتوماتیک ما پیش میاد که در حال، من تجربه شخصی خودم رو دارم، یه لحظه فکرم خالی میشه، اینها برمیگردم میگم خداوند شکر، واقعا برای امروز شکر. وقتی شروع میکنیم به شکرگزاری، چشممون رو به دور و بر میندازیم، موارد، نکات بسیار زیادی رو پیدا میکنیم که بخوایم شکرگزاری بکنیم. ما همه چی برای چیزای کوچیک بزرگ، همونطور که گفتم، هر کی به ما محبت میکنه دید از طریق راه‌های مختلفی انجام میگیره، مثلا بر زبان آوردن.
یکی اینکه چه راههای دیگه وجود داره برای شکرگزاری، دوم اینکه شاید الان یک نفر، یک بیننده داره برنامه ما رو میبینه و طبق صحبتی که شما کردید ما این شکرگزاری رو، این تشکر رو انجام میدیم برای خدا، چون برای ما مهربون بود و به هر حال برکات و نعمت‌هایی رو که به ما داد. اما ممکنه یه نفر الان توی یک موقعیتی باشه که هیچ چیز خوبی رو الان اطرافش نبینه و احساس کنه حتی خدا هم مهربون نبوده باهاش. چطور این شخص میتونه همچنان شکرگزار باشه؟ ببینید، یک ارتباطی بین دل و فکر هست. کلام خدا میگه زبان از زیادتی دل حرف میزنه. ما هر چقدر هم اطراف ما چیزای منفی باشه یا اینکه چیزای منفی بر ما وارد بشه، ما در شرایطی باشیم که شرایط منفی هستش، وقتی تصمیم بگیریم ببینیم خواهیم. ما در فارسی جمله جالبی داریم، میگه خواستن توانستن، بخوایم ببینیم خواهیم. ما تمام همین الان بشینیم بشمریم، هر چقدر شرایط منفی باشه شما میتونید یه عالمه چیزای مثبت، از جمله سختی که بالا سر شیر آبتون که باز میکنید آب میاد، آب گرم دارید، آب سرد دارید، یک 4 دیواری امن دارید، در یخچالتون رو باز میکنید تا حدی. حالا ممکنه یکی بگه نه در یخچالم باز میکنم چیزی توش، آره ممکنه در یخچال چیزی نباشه ولی خدا فرزندان سالم به شما. ببینید اگر بخوایم نکات رو بشمریم بی اندازه موارد داریم برای شکرگزاری. یعنی بخوایم تصمیم بگیریم در شکرگزاری، در حیطه شکرگزاری علیرغم شرایط. ببینید شکرگزاری فقط این نیست که شما اول برنامه گفتید فقط چیزی از خدا بخوایم. شکرگزاری تشکره برای کسی که خدا تو زندگی ما هست و خدا به ما بدهکار نیست. حقیقتش همین که ما رو نجات داده، همین که در وضعیت گناه از وضعیت گناه ما رو کشیده، بزرگترین کار رو در مورد ما انجام داده. حالا اگر این وسط برکت هم میده، اگر این وسط امنیت میده، اگر این وسط حکمت میده، اگر این وسط سلامتی میده، اینها در واقع یه چیزای اضافه است، برکات اضافه است. هیچی به ما بدهکار نیست. صرفا بابت نجاتمون ما شکرگزار هستیم. بقیه چیزا از دل پر از رحمتش. ببینید این شکرگزاری در جای خودش به شکل اخص اگر بخوایم در کتاب مقدس این رو ما معنی بکنیم، یعنی ابراز و بیان تشکر، سپاسگزاری از خدای قادر مطلق. ما مخلوقیم، خداست که خالق و خدا همه چیز رو برای ما آفرید، بعد ما رو آفرید، طبیعت رو به ما داد، خورشید، ستارگان، همه شرایطی که میتونستیم احتیاج داشتیم برای زندگی به ما داد. حالا اگر شرایط، روابط انسانی منفی، به این دلیل نیست که خدا بده، خدا مهربون نیست. خیلی از مواردی که ما توش هستیم در نتیجه شرایطیه که انسانها فراهم کرد. ما این وسط گاهی وقتا چون زورمون به انسانها نمیرسه، تیر چیز رو خلاص رو همش به طرف خدا برمیداریم، نشونه میگیریم. اینطور نیست. خدا در جای خودش خدای نیکو، خدای پدر هست و همین که میگم حاضر شد به خاطر من و شما عیسی مسیح رو از طریق صلیب به اصطلاح نجات رو برای ما فراهم بکنه، همین این خودش کافیه. بر در واقع خدا کافی هست برای ما. اگه چیزهای اضافه خب از لطف و رحمت هستش. یکی از احکام مهم در کلام خدا اینه که ما سپاسگزار باشیم، شکرگزار باشیم. ببینید مزمور 100 آیه 4 میگه به دروازه های خدا با حمد بیایید و میگه به صحنهای خدا با تسبیح بیایید، با شکرگزاری بیایید. میگه او را حمد گویید، نام او را متبارک کنید. ببینید ما خدا رو به خاطر خودش در درجه اول، در درجه دوم به خاطر برکاتش و در درجه سوم برای اون چیزی که میده و برای اون چیزی که نمیده ما شکرگزاری میکنیم. لزوما به خاطر این نیست که به ما فقط میده. خیلی جاها از روی حکمتش و از روی رحمت و محبتش یه چیزایی رو از ما دریغ میکنه به خاطر اینکه منفعت ما رو میخواد، خوبی ما رو میخواد، چیزی رو که در آینده میبینه اگر این رو الان بده چه بلایی سر من میاره، اینو از من دریغ میکنه، اینو نمیده، این جواب دعا رو نمیده. خدا اونجا نیست درخواست های ما رو بده. خدا
نیازهای ما رو به ما میده، نیازهای ما رو، نه درخواستهای ما. پس بنابراین بابت آنچه که میده و آنچه نمیده از روی حکمتش ما او رو شکر میکنیم. شکرگزاری در واقع قلب ما رو به قلب خدا نزدیک میکنه، توجه ما رو به خدا و به کارهای خدا جلب میکنه. گفتم به خدا و به کارهای خدا. به روح القدس تو قلبامون میدون میده. شکرگزاری یعنی به شکل دعا، نیایش، در واقع اون شخصیت خدا، آنچه را که در واقع خود خدا هست، ما اون را حمد و پرستش و احترام میکنیم. در واقع ما وقتی که افرادی هستیم که در شکرگزاری هستیم، اطرافیان ما در واقع یه جورایی انگاری خدا رو در زندگی ما میبینن. ما یه جوری با روحیه شکرگزاری خدا رو و رحمت خدا رو انگاری معرفی میکنیم به دیگران، که در واقع هم معرفی خود خداست، اونها رو به سوی خدا میکشونیم و در این حال ایمان ما رو تقویت میکنیم. ایمان ما تقویت میشه و رابطه ما با خدا بهبود پیدا میکنه. اغلب ما میدونیم که خوبه که شکرگزار باشیم، ولی حقیقتا میزان اثر شکرگزاری رو نخواهیم فهمید تا زمانی که اینو عملاً انجام بدیم. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از توضیحاتی که دادید. اگه اجازه بدین بریم یک تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. خوش آمدید دوباره خدمت شما عرض میکنم عزیزان. اگر تازه به برنامه ما پیوستید، همکنون بیننده برنامه علامت سوال هستید و در ارتباط با موضوع قدرت شکرگزاری همراه با خواهر لویز مخوف عزیز به بحث و گفتگو پرداختیم. اگر شما عزیزان هم در این مورد نظری دارید، صحبتی دارید، خوشحال میشیم که از شما بشنویم. البته بعد از 15 دقیقه آینده حتما به سوالات و نظرات شما عزیزان خواهیم پرداخت. خواهر لویز جان، در ارتباط با مسئله شکرگزاری صحبت کردید. توی بحثتون یک موضوع رو مطرح کردین، گفتین همین اندازه که خداوند ما رو نجات داده از طریق پسرش، همون برای شکرگزاری کافی هست و به هر حال بقیه چیزها مضاعف هست و چیزهای هست که خداوند حالا داره به ما میده و بیشتر از کافی هم هست این مسئله. حالا اگر کسی نجات رو نداشته باشه، اون باید شکرگزار چی باشه؟ خیلی چیزا. لزوما نجات وقتی میگیم مسئله تندرستی بدن نیست، مسئله پول نیست، احتیاجات نیست. ببینید شما مسئله نجات رو بذاریم کنار. برای همه انسان ها بارانی که از آسمان میباره، آفتابی که از خورشید به طرف ما میاد که باعث میشه گیاهان و اینا ربطی به نجات نداره. موارد بسیار زیادی هست که ما میتونیم بابت اون شکرگزار باشیم. برای مایی که در رابطه با خدا هستیم و در رابطه دو طرفه با او قرار داریم، این مسئله نجات باید به حد کافی انگیزه درست باشه برای ما برای شکرگزاری. بقیه چیزا همونطور که گفتم برکات اضافی هست، رحمت خداست که در زندگی ما جاری میشه. البته خدا وعده داده، خیلی چیزها رو گفته که اگر در راهش باشیم طول عمره، نمیدونم برکات زندگی، ولی 100% هم ممکنه این نباشه. در بعضی موارد میبینیم حتی مریضی در شخص ایماندار هست، هر دلیلی. ولی این که فقط چون نجات رو نداریم پس مواردی برای شکرگزاری نداریم، من یه خورده موافق نیستم با این مسئله. ما چشم باز بکنیم از صبح تا شب 1001 مورد داریم برای شکرگزاری، حقیقتشو بخوایم. درسته همینطور. خواهر لویز جان، آیاتی رو خوندید از کلام در ارتباط با مسئله شکرگزاری. در کتاب مقدس
چقدر در رابطه با این مسئله تاکید شده و چه چیزهایی رو در واقع به ما آموزش داده؟ بله بله، البته ممکنه به نظر شوک‌گذاری یک کار عادی بیاد و شاید ساده، ولی همونطور که قبل از میان برنامه واقعا تاثیرات زیادی رو زندگی ما داره، روی ایمان ما، رو روحیه‌مون، طرز برخوردمون، تو چالش‌های روزانه‌مون. در کتاب مقدس آیات بسیار زیادی در این رابطه وجود داره، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، که به خصوص کتاب مزامیر که بیشترین این سرودها رو داوود و بقیه افراد نوشتن، پر از آیات شکرگزاری. من یه چند تا رو دستچین کردم. مزمور 95 آیه 2 میگه که به حضور او با حمد نزدیک بشویم و با مزامیر، یعنی با سرودها، با شادمانی او را آواز شادمانی دهیم. یا اینکه در مزمور 107 آیات 21 و 22 اینطور میگه: پس خداوند را به سبب رحمتش تشکر نمایند و به سبب کارهای عجیب او با بنی آدم و قربانی‌های تشکر را بگذرانند. قربانی تشکر منظور قربانی لب‌هاست و پرستش و شکرگزاری، و اعمال وی را با ترنم ذکر کنند. ببینید تو عهد جدید آیات مشابهی داریم ما که اونجا میخونیم، میگه که در کولوسیان 4:2 میگه، پولس رسول نوشته در دعا مواظب باشید، در آن با شکرگزاری بیدار باشید. مراقب باشید، بیدار باشید. برای اینکه در افسوسیان باب 5 آیه 20 میگه که پیوسته به جهت هرچی خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. ما در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 18 بسیار آیه‌ایه که خود من خیلی اگر هفته یه بار ازش اقرا، یعنی یکی دو بار این به فکرم نرسه اقرا نکردم. حقیقتش میگه که در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. آمین. ولی همونطور که گفتم شکرگزاری تاثیرات بسیار زیادی میذاره. همونطور که گفتم ساده است ولی خیلی مفیده. بله همینطور. خواهر لویز جان، اگر بخوایم بگیم که این سوالمو باز تکرار میکنم، شکرگزاری از چه طرقی میشه اتفاق بیفته؟ مثلا اینکه آیا من فقط باید به زبان بیارم، یا اینکه نه آهنگ‌های پرستشی بخونم، یا اینکه میشه توی رقص من هم که همزمان دارم به هر حال، حالا بیننده ها یه وقت فکر نکنن، چون میدونم همیشه یه تیکه رو یه دفعه ور میدارن میگن سالی گفت برقصین، مثلا شوگذاریه. میتونه در شادی ما، در نمیدونم اشک ما، در رقص و خنده ما، نمیدونم در چه شرایطی واقعا میشه شوگذاری کرد. خودش رو در بدن نشون میده. این حالتی شوگذاری، شما وقتی از شادی پرید خود به خود رو صورت، رو چهره، رو حرکات بدن خودش رو نشون میده. ببینید به شکل تفکر دل میتونه باشه این شوگذاری، میتونه به زبان باشه، میتونه به اعمال باشه. مثلا بعضیا میگن خب واقعا خدا انقدر خوبی تو زندگی من کرده که نمیتونم یه کسی رو که در احتیاج ببینم و من کمکش نکنم، برای که خدا خیلی برای من کرد. با اینا نوه های بیان تشکر در مقابل کاری که خدا بر ما انجام داده، در مقابل کسی که خدا برای ما هست. چون که به اصطلاح میخوایم هم شکل مسیح باشیم، میخوایم در واقع دل خدا رو داشته باشیم، هر روشی که به فکر ما میرسه، گاهی وقتا ما دنبال فرمول هست ولی واقعا شکرگزاری فرمول احتیاج نداره. یه جایی هست با اشک میاییم به حضور خدا و در همون درخواستایی که واقعا حالا انواع اقسام مشکلات مالی، مشکلات سلامتی، دلمون سنگین، غمی رو داریم، عزیزی رو از دست دادیم، در همه اینها کماکان میتونیم شکرگزار باشیم. شکرگزاری به شرایط شاد فقط مربوط نیست، به همه شرایط ما مربوطه. میتونه تو اشکامون باشه، در دعاهامون باشه، در انتخاب ساعات ما باشه. من گاهی وقتا پیش میاد میگم خود سرم که شروع میشه، مخصوصا وقتی مسافرت اون موقع میرفتیم، میگفتم خدای من دلم تنگ شده، یعنی دلم برای یه دعای همچین جانانه اینا دلم تنگ شده. به خدا میگفتم دلم برای تنگ شده، منتظر میشدم، با خدا قرار میذاشتم، میگفتم که
مثلا فلان روز وقتی رسیدیم من 2 ساعت کامل، حالا یا 1 ساعت یا نیم ساعت، هر چقدر که اون روز برنامه‌ام نگاه می‌کردم آزاد بودم. میگفتم فقط میخوام بشینم در حضور تو، فقط از دیدن تو شاد بشم، از حضور تو شاد بشم، تو رو ببینم دلم آروم بگیره. یه همچین رابطه‌ای ببینید شخص خودش میتونه، فرمول نیست این وقتی که دل مالامال از شکرگزاری باشه، وقتی که انسان شروع کنه به دیدن دور و بر خودش، به هر طریقی باشه میتونه نکاتی رو پیدا کنه در شکرگزاری، در اون به اصطلاح حالت قلبی شکرگزاری به اصطلاح خودشو قرار بده. امکان پذیر است، همونطور که گفتم فرمولی نیست این. درسته. به یاد آوردم خیلی لویز بعضی وقتها شاید واقعا در شرایطی باشی که یه جورای غم همه دنیا روی دلت باشه، یعنی اونقدر شرایط اطرافت ممکنه منفی و بد باشه. اما جالبه، من حالا خودم شخصا چند بار این شرایط رو تجربه کردم در ایمانم. شاید قبل از ایمانم واقعا این شرایط نبود به هیچ عنوان، و این تفاوت رو میتونم قشنگ مثلا بگم و اون تفاوت رو احساس میکردم که زمانی پیش میومد که حتی میخواستی برای اون شرایط سخت دعا کنی. چند بار حتی شد من و همسرم تصمیم گرفتیم در رابطه با اون شرایط سخت دعا کنیم، و زمانی که شروع کردیم به دعا کردن تنها چیزی که از زبان ما بیرون میومد شکرگزاری بود. یعنی نمیتونستی حتی برای خواسته دلت انگار دیگه دعا کنی، ناخودآگاه واقعا روح خدا بود که یه جورایی تو رو هدایت میکرد و تو فقط زبانت به شکرگزاری بود، و بعد از اون شکرگزاری اصلا احساس میکردی دیگه چیز دیگه نمیخوای. یعنی اون دل تو واقعا اونجوری که باید سبک میشد، اون احساس آرامش و امیدی که باید میومد، ولی شرایط همون بود، یعنی اطراف تو هیچ تغییری پیدا نکرده بود ولی تو آروم بودی. و این فکر میکنم یک نمونه است که نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی واقعا یک قدرتی در این شکرگزاری هست که اون لحظه حتی تو رو از هر چیزی بعضی وقتها کاملا بی‌نیاز میکنه و به تو اون آرامشی رو که دنبالش هستی رو میده. درسته، کاملا. واقعا یک میدونید وقتی شروع میکنیم انگاری باید بذاریم روی یه موجی، ولی وقتی که رو اون موج رفت خود به خود جوش میاد و انگاری چشمان روحانی انسان باز میشه نسبت به چیزایی که شاید قبل از اون دقت نکرده بود. اگر نه خیلی ببینید شکرگزاری فواید خیلی زیادی داره، خیلی زیاد داره. حالا ممکنه به ظاهر خیلی ساده به نظر بیاد همونطور که گفتم، ولی امتحان کنید، مخصوصا شما بینندگان عزیز رو به چالش میکشم، باور کنید هیچی نمیبازید. اگر باختید مسئولیتش با من، امتحان بکنید. شکرگزاری فوق‌العاده تاثیر زیادی روی ما داره. اولا که همه جلال رو به خدا میدیم، خدا دیده میشه در شکرگزاری ما. وقتی ما به منبع کمکمون فکر میکنیم ما دست خدا رو در جریان میبینیم و نمیتونیم شکر نکنیم. همونطور که شما سالی جان گفتید اصلا به شکل خودجوش، به شکل اتوماتیکی میاد میریزه بیرون، خدا رو وارد زندگی ما میکنه. شکرگزاری وقتی میکنیم خود به خود خدا رو در رو باز میکنیم، خدا وارد میشه، دید ما رو نسبت به زندگی تغییر میده، کمکمون میکنه که ما بتونیم با حتی چشمان فیزیکی خودمون چیزایی رو ببینیم، چشمان روحانی ما باز میشه، بتونیم بهتر او رو بپرستیم و بهتر بتونیم خدا رو اقرار کنیم. مهمتر از همه این که آرامی خدا رو تجربه میکنیم. مشکل همونطور که گفتی سر جاش خواهد بود، شرایط تغییر نکرده ولی ما آروم شدیم، رو ما اثر گذاشته. کمکمون میکنه که دست خدا رو در همه شرایط خودمون ببینیم. در فیلیپیان 4 آیات 6 و 7 اینطور میگه برای هیچ چیز اندیشه نکنید، پولس رسول میگه، بلکه در هر چیز با صلات و دعا و شکرگزاری مسئولات خدا به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق عقل است دلها و ذهنهای شما رو در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. شکرگزاری ما رو به خدا نزدیک میکنه، ما رو قانع میکنه، ایمانمون رو قوی میکنه، به ما شادی میده، ما رو محافظت میکنه، در واقع افکار ما رو باعث میشه به خدا بیشتر از هر کس و هر چیزی اعتماد بکنیم و هوشیارانه زندگی بکنیم.
به حضور خدا با حمد و ستایش میاییم و با صحنهاش در صحنهای او با شکرگزاری اصلا روحیه ما عوض میشه. از این طریق خوشنودی خدا رو حاصل میکنیم، روحیه‌مون تقویت میشه، فروتن میشیم، باعث سلامتی جسمانی هستش. باورتون بشه کسایی که از بیماران مراقبت میکنن، اون پرستارها، چه تو خونه چه نزدیکان، اینها وقتی که از کسی مراقبت میکنن، روحیه شکرگزار اگه داشته باشن صبر و تحمل بیشتری خواهند داشت. روی صبرشون برکات خدا جاری میشه. تحقیقات نشون داده که حتی فشار خون پایین میاد. باورتون بشه در کاهش وزن، در حتی ترک اعتیاد شکرگزاری کمک میکنه. افسردگی رو، ترس رو کاهش میده، اختلالات گوارشی رو اسید معده حتی. باور کنید همه اینها آماراش هست، حالا در وقت برنامه نیست. اختلالات گوارشی همونطور که گفتم، یک زندگی، یک روش زندگی که مملو از شکرگزاری باعث تغییر انسان میشه. شخص شکرگزار همیشه در محیط خودش اثر میذاره، کمک میکنه شخص مثبت بمونه. تو استرس، تو تروما کمک میکنه که انسان خودشو بتونه با شرایط راحت‌تر تطبیق بده، باعث تقویت روابط میشه. حقیقت کلام خدا رو برای ما باز میکنه، برجسته میکنه. زندگی ما رو از تاریکی، از اضطراب، از نگرانی، از گناه، از همه چی دور نگه میداره. من وقت برنامه نمیخوام خیلی روی این بگیرم، ولی اگر بخوایم بشماریم فوایدش بسیار زیاده. تشویق میکنم عزیزان چشمان خودمون رو به دور و بر خودمون بندازیم و خدا رو در هر چیزی ببینیم، او رو شکر کنیم به خاطر کسی که هست، برای اونی که خود خدا هست و برای اینکه در واقع وارد زندگی ما شده. همونطور که گفتم خدا برای ما کافیه، بقیه جایزه. به من شخصا بذارید با این تموم کنم، به من نگید که خدا وجود نداره، نمیدونم خدا نمیبینه، خدا مهربون نیست. خدا اگه بخوام از زندگی شخصی خودم براتون بگم، و مطمئناً افراد بسیار زیادی در استودیو، در بین بینندگان موافق هستن با من، وقتی که به اصطلاح در روحیه شکرگزار هستیم، این شکرگزاری حقیقتاً روحیه و برخورد ما رو در چالش‌های زندگی تغییر میده. همونطور که گفتم امتحان کنید، هیچی از دست نمیدید، بازنده نیستید. اگر بازنده شدید مسئولیتش با من. همین می‌خواستم بگم. مرسی خواهر لویس جان. مطمئنا مخصوصا عزیزانی که با شما آشنایی دارن باید بدونن که به هر حال اینا صحبت هایی نیست که به قول معروف کنار گود نشستیم گیلنگه. چون خیلی وقتا صحبت میشه که آره شما خودتون از بیغمید، مشکلی ندارید، نمیدونم واسه همین این صحبت ها رو میکنید، در صورتی که اینطوری همه ما انسان هستیم، همه ما چالش ها و نگرانی ها و مشکلات زندگی خودمون رو داریم. اما مطمئنا اون مسئله‌ای که شما عنوان کردید، من میگم به شخصه و مطمئن هستم خیلی از عزیزان این شرایط رو گذراندن و تجربه رو داشتن و بزرگترین کاری که فکر میکنم واقعا شکرگزاری میکنیم که ترس رو از ما میگیره و وقتی ترس گرفته بشه، استرس، نگرانی و تمام مسائلی که ما رو مضطرب میکنه از ما گرفته میشه و اون آرامش خداوند در قلب ما میاد و همین باعث میشه که حتی بر روی جسم ما هم تاثیر میگذاره. عزیزان نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید، اما وقت جوابگویی به سوالات و نظرات شما عزیزان هست. بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم و با شما خواهیم بود. عزیزان دل، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال. از همین الان تلفن برنامه هم بازه، از این طریق میتونید مستقیما زنگ بزنید به استودیو وصل بشید و ما هم خوشحال میشیم که سوال شما عزیزان رو بشنویم. همچنین از طریق راه‌های دیگه میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، سوالات، پیشنهادات و همچنین شهادت‌های خودتون رو اگر هم
درخواست دعا دارید حتما بر ما بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همراه با خواهر لویز عزیز هستیم. خواهر لویز جان، بسیار نظرات شنیدیم در ارتباط با، یعنی دوستان فرستادن در ارتباط با مسئله شکرگزاری. اگر اجازه بدید من نظرات عزیزان رو بخونم که مطمئنا خیلی از این نظرات با تجاربشون همراه بوده و گفته شده. سهیلای عزیز گفتن که سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. شکرگزاری یعنی شادی روح و جسم، یعنی باور، اعتماد، ایمان و ایمان. وقتی داشته هایت را ببینی آنقدر شادی وجودت رو میگیره که تمامی فرشتگان آسمان به هلهله و شادی میستن و تمام شیاطین کیلومترها از خودت و عزیزان دور میشن. شکرگزاری یعنی از جنس خداوند شدن. آمین. خیلی ممنون سهیلا جان، ممنون و تشکر از اینکه نظرتون رو با ما در میان گذاشتین. خواهر لویز جان، در رابطه با صحبت سهیلا اگر صحبتی دارید میشنویم، اگر نه من میتونم برم نظرات دیگر رو بخونم. بسیار زیبا گفتن، خیلی کامل. من خیلی خوشم اومد که یعنی که از جنس خدا شدن. این تا حالا اینو نشنیده بودم، خیلی قشنگ بود. این خیلی با دلم حرف زد. بله بسیار زیبا، مرسی، ممنون. و اما آقای مهران هم گفتن وقتی شکرگزاری به صورت روزانه بشه، دیدن معجزات خداوند در هر روز برات عادی میشه. در رو بکوبی تا باز شود. این در فقط و فقط توسط شکرگزاری باز میشه. آمین. 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 خیلی ممنون از عزیزان که نظراتشون رو با ما در میون میگذارن. دوست عزیز ما آقای محمد رضا گفتن خداوند رحمان و رحیم، آرامش و امنیت و دوستی و محبت را بین مخلوقات ایجاد گردان. خداوند قدوس خالق عظیمی است که همیشه بوده و همیشه هست و آغاز و پایان ندارد. شکر برای همه نعمتهای عظیمش و رحمت بی انتهایش. یاد خداوند و شکرگزاری ما را پر از آرامش و سلامتی می کند. خداوندا با حمد تو قوت می گیرم، مگر لذتی بالاتر از نیایش با خداوند وجود دارد؟ نه. آمین. خیلی ممنون. مرسی از عزیزان که نظراتشون رو در رابطه با شکرگزاری میگن. و فرامرز عزیز هم گفتن که شکرگزاری اساس دریافت برکات خداوند می باشد و با شکرگزاری دعاهای ما اجابت خواهد شد. شکر برای اینکه خداوند عیسی مسیح قلب ما رو لمس کرد. خداوند خدای زنده اجابت دعا با شکرگزاری انجام میپذیرد. آمین. 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 گاهی وقتا هم خدا سکوت میکنه. این به این معنا نیست خدا نشنیده. ایشون گفتن اجابت دعا. اجابت دعا لزوماً به انجام این نیست. ببینید ما دعا میکنیم، شکرگزاری میکنیم، همونطور که گفتم برای چیزایی که میده و برای چیزایی که نمیده. یعنی در همه شرایط همیشه شکرگزاری میکنیم، نه فقط به خاطر اینکه صرفاً آنچه رو که دعا میکنیم برای ما انجام بده. ایشون کلمه اجابت دعا رو گفتن، بسیار جالبه. این دعا حقیقتاً به حضور خدا مستجاب میشه، اجابت میشه، برای اینکه از دل شکرگزاره و خدا بنا به حکمت خودش ممکنه یه دعایی رو که غلط باشه نده، به نفع ماست که نده، برای اینکه آینده رو میبینه. در حال جالبه اینکه دعا اجابت میشه. آمین. خیلی ممنون، مرسی. فرانک عزیز هم ضمن عرض سلام و خسته نباشید گفتن سوال من برای امشب این هست که من اصولا یک آدم مضطرب، منفیگرا و ترسو هستم. برای شروع شکرگزاری نیاز دارم یک سری تمریناتی به من بدید و یا کتابی معرفی کنید که تمرین روزانه داشته باشم تا شکرگزاری برای من ملکه شود و اینکه مشکلی ندارد شکرگزاری رو فقط با زبانم بگم چون وضعیت قلبم از اراده من خارج هست. بله، برای فرانک عزیز بهترین کتابی که میتونم پیشنهاد بدم اینه که مزامیر رو از اول تا آخر برید بخونید. برای اینکه تو مزامیر هم موارد شاد هست، هم ترس هست، نگرانی هست. ما جایی میبینیم که نویسنده مزمور غر میزنه خدای شریران اینن، شریران اونن وسط که با دعا با چی میگن گله و شکایت شروع میکنه، وسطش برمیگرده میگه تا به صحنهای تو وارد شدم.
به محض این که میگه تا به صحنه‌های تو وارد شدم، یا میبینی روی شکرگزاری. الان دقیقاً یادم نیست کدوم مزمور هستش، ولی دقیقاً اینجوره، با شکایت شروع میکنه، بعد وسطاش برمیگرده تا اون، همیشه میگم این کلمات کلیدی خیلی با من صحبت میکنه، تا به صحنه‌های تو وارد شدم، یعنی تا اومدم به حضور تو. وقتی اومدم به حضور تو دیگه همه این غرغر و همه این چیزا یادم رفت، شکرگزاری خودجوش اومد. وقتی که شروع کنیم به شکرگزاری، درست هر چقدر ما بگیم اولا روی خودمون این برچسب رو میذاریم، میگیم ما منفی باف هستیم، ما نمیدونیم ترسویم، ما مضطربیم، اینها برچسباییه که عزیزا ما خودمون رو خودمون گذاشتیم. حالا بیایم همون برچسبی رو که اینطوری به خودمون دادیم بیایم عوض بکنیم، به خودمون برچسب شخص چی میگن مثبت، شخص حکیم یا شکرگزار بزنیم، یه شخص قدردان به خودمون. و همونطور که اسم بد میتونیم به خودمون بدیم، به همون نسبت هم میتونیم یک اسم خوب به خودمون بدیم. چرا خوب رو انتخاب نکنیم؟ وقتی شروع کنیم، ببینید قدم اول ممکنه، چون که عادت نکردیم، قدم اول ممکنه سخت باشه، ولی وقتی که تکرار کنیم، امروز 10 ثانیه، فردا 20 ثانیه، پس فردا 1 دقیقه اضافه کنیم. سالی جان شما گفتید این واقعا طبیعی. وقتی شروع میکنیم به شکرگزاری، اصلا دیگه اون درخواست دعا بیاد و نیاد جوابش اونقدر مهم نخواهد بود، گرچه از رحمت خدا جواب خواهد داد. عزیزم گفتن، محمد رضا بودن فکر کنم که گفتن که اجابت میکنه خدا دعا رو. یک واقعیت فرامد، ببخشید ایشون گفتن. ببینید وقتی شروع کنید مثل اینه انگاری دست خودتون رو گذاشتید در دست روح القدس. روح القدس کمکتون میکنه. قدم اول از شما وقتی رفتید جلو، بقیه رو خود روح القدس هدایتتون میکنه، بی اندازه دید شما رو نسبت به زندگی و نسبت به خودتون و حتی اینی که میگید دلم. ببینید ارتباط دل و فکر به شکل طبیعی خدادادی خلقت ما جوری هست که بین دل و مغز ارتباط هست. ما نمیتونیم این ارتباط رو قطع کنیم. ما به دست یعنی پس میزنیم و خودمون رو در اون مرحله قرار میدیم. به همون نسبت که تو اون مرحله قرار بدیم، خدا این خاصیت رو در ما گذاشته، این انعطاف پذیری رو در ما گذاشته که مسیر رو عوض کنیم. میتونیم برگردیم، هر جا اشتباه رفتیم درستش کنیم و کمک روح القدس همیشه در دسترس هست. این رو به فرانک عزیز میخوام بگم. اولا برچسب منفی رو خودت خیلی نذار، تو فرزند خدا هستی و این رو باور کن که در مسیح شما هویت جدید دارید. در مکاشفه میگه اسمی جدید به شما داده شد. اسمی که خودت به خودت دادی باور نکن. مضطربم، ترسوام یا نمیدونم نه. آره، چون گفتیم این رو خودمونم باورمون میشه و اینقدرم ترس و نگرانی در دنیا وجود داره، بخوای نخوای هست، باور میکنم اینا رو، ولی ما میتونیم غالب بشیم بر اینها با کمک خداوند، به خصوص با رویه شکرگزاری. شمردم براتون فواید شکرگزاری رو، امتحان کنید، خودتون خواهید دید که چقدر موثر خواهد. آمین. در واقع تایید صحبت‌های شما خواهر لوئیس جان، من فکر می‌کنم که اولش همونطور که خودتون گفتین اون استارتش بعضی وقتا سخته، اون دیسیپلینی که باید داشته باشی و شاید بعضی وقتا در شرایطی باشی که واقعا حوصلت نشه، واقعا نتونی حتی دهنتو باز کنی. حالا من میگم باز تجربه شخصی خودم رو میگم، حتی اگه حوصله نداری چشمتو باز کنی، اول از دلت شروع کن، فقط بگو خدای شکرت، هیچ چیز دیگه نمیخواد بگی، چند بار فقط بگو خدای شکرت، خدای شکرت. اگر نمیدونم به زبانها صحبت میکنی یا اعتقاد داری میشه به زبانها، خیلی وقتا این زبانها کمک میکنه به آدم که اون احساساتتون و اون ارتباط روحانی بیشتر برقرار بشه. و من مطمئن هستم همونطور که خواهر لوئیس گفتن خودجوش بعد خودش اتفاق میفته، فقط اولش یه مقدار سخت هست و اون شرایط رو ایجاد کردن مثل هر چیز دیگه، به هر حال اون دیسیپلین خیلی لازم هست که اتفاق بیفته. به هر حال خیلی ممنون، مرسی فرانک عزیز و همچنین خواهر لوئیس جان از توضیحاتی که دادید. آذر عزیز هم گفتن درود به خانم سالی و همچنین سپاس از خانم لوئیس دانا و گویا در پیام خداوند محبت با دعا جانم بهاری می شود، بی دعا روحم خزانی می شود. حافظه وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند این نباش که نشنید یا شنید.
چه زیبا، واقعا زیبا گفتن. من یه چیزی در مورد فرانک عزیز میخواستم بگم. اون کلمه پرستش ولد، شما باورتون بشه 3 هفته فکرمو مشغول کاری که کردم، درست گذاشتم رو آینه میز توالتم، گذاشتم روی کامپیوترم، روی کتاب مقدسم، لای کتاب مقدس، فقط همین نوشتم پرستش ولد. خودم میدونستم چی هست و همین باعث شد به خودم میگفتم نه، شایسته خدا نیست من وظیفه انجام بدم، باید با جان و دل و با شکرگزاری به حضور خدا بیان. امتحان بکنید، اگه این کمکتون میکنه روی کاغذ بنویسید که یادتون باشه چجوری شکرگزاری بکنید، شاید روش درستی باشه براتون. عالی، خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان. فرشیده عزیز هم گفتن درود بر شما و ممنون از برنامه‌های زیباتون و شکر برای وجود عیسی. آیا شکرگزاری من باعث شفای همسرم میشه؟ من با خدا عهد کردم تا زمانی که همسرم شفا پیدا نکنه در دعا و روزه بمانم، حتی اگر سالها زمان ببره. آفرین فرشیده جان، خدا همچین قلبی رو دوست داره. حالا تشویقتون نمی‌کنم سالها در روزه باشید، هر جور خدا هدایتتون میکنه. چقدر زیباست که شما دلی شفی دارید، شما در شفاعت در حضور خدا خیلی غیور هستید و مصر. واقعا برکت میدم این اصرارتون رو در دعا و اشتیاقتون رو در دعا، غیرتی که برای نجات شوهرتون دارید. چه شوهر مبارکی که یه همچین خانومی همسرشون هست که اینطور برای نجات شوهر غیورانه، مشتاقانه، با جان و دل حاضره از غذای خوشمزه هم بگذره و به سختی به قول معروف دعا کم بده و برای این مسئله تا به آخر بیست. واقعا شکر میکنم برای وجودتون فرشیده جان، کار بسیار درستی میکنید. چه چیز قشنگی، چه درخواست دعای زیبایی مثل نجات همسر که واقعا هم ایمان وقتی هستیم در خانواده واقعا اثر بسیار مثبتی در همه جوانب زندگی ما، از جمله بچه‌ها، در رابطه با فامیل، بستگان، با همه چی فوق‌العاده خواهد بود. من حتما اسمتون رو تو لیست خودم خواهم نوشت و براتون حتما در دعا خواهم بود. منم با شما متحدم. فرشیده جان، فرشیده جان البته در ارتباط با شفای همسرشون هم گفتن. آیا فکر میکنید که با دعا و روزه مستمر شفا رو میتونن بگیرن؟ ببینید، اگر برداشت ما از شفا فقط شفای جسمانی باشه، گاهی وقتا میبینیم که نمیشه. کار ما دعاست. ما دعا میکنیم. ما برای پسرمون این همه سال دعا کردیم، 37 سال دعا کردیم. گاهی وقتا خب مریضی های هست که شخص با اون به دنیا میاد و خدا اجازه میده این تو زندگی باشه. من اصلا نمیخوام علامت سوال روی این مسئله بذارم. تندرستی از دید خدا نجات. و وقتی که شفای روحانی رو داریم، در واقع نجات رو داریم، در واقع سلامتی رو داریم. حالا اگر خدا تندرستی جسمانی هم میده، خدا رو شکر. ما دعا رو ادامه میدیم برای شفا. بله، خدا گفته من یهوه رافا شفا دهنده تو هستم. خودش رو به عنوان شفا دهنده معرفی کرده. چرا نه؟ به حضور خدا میتونیم بیاریم. ما دعا میکنیم، مصرانه هم دعا میکنیم، برای شفا هم دعا میکنیم، برای نجات هم دعا میکنیم. همونطور که گفتم از دید خدا نجاتی که داریم یک شفاست برای ما، برای اینکه از تاریکی ما رو بیرون اومدیم، در زندگی در نور قرار گرفت. دعا میکنیم بله، ولی ناامید نشید اگر داده نمیشه. حکمت خدا رو ما نمیدونیم. خدا گفته برای مریضات دعا بکنید، ما میکنیم. کار ما اطاعته، کار ما دعاست. ما ادامه میدیم تا زمانی که لازم هست. بقیهش با خدا. سهم ما دعاست، شفا سهم خداست که شفا میده. آمین آمین. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان. اگر اجازه بدید بریم با هم یک موزیک ویدیو ببینیم همراه با بیننده های عزیز و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بعد از دیدن و شنیدن موزیک ویدیو پرستشی و برمیگردیم با سوالات و نظرات شما. با ما باشید. در هر فصل زندگی خداوند با ما هست. من خودم این تجربه رو داشتم در فصل گرمای تابستان، سختی ها و جفاها، در پاییزی که سلامتی و خیلی از برکات مثل برگ‌های پاییزی میریخت، ولی خداوند با من بود.
الان در فصل بسیار بدی هستیم، در فصل کرونایی، ولی خداوند با ما هست. پس نگاه و توجه ما به ویروس نباشه، بلکه به خداوندی که حضورش با ما هست. در سرمایه پاییز زندگی ای عیسی تنها امیدم تویی، برگ‌های پاییزیم چون ریزم، دانم کلامت میماند باقی. خداوند تراوت و شادی، بهارم فقط تویی، شکوفا کن محبت در قلبم، خداوند آبادی. در هر فصل زندگی تو با منی، در زمستان تنگی و جفا میشنوم صدای بهارم را، دانم دردهای زمان حاضر هیچ است در قیاس روز جلا. خداوند تراوت و شادی، بهارم فقط تویی، شکوفا کن محبت در قلبم، خداوند آبادی. در هر فصل زندگی تو با منی، در گرمای سوزان تابستان باران رحمتت را ببارم، در خشکسالی و درد و هر تنگی میپرستم نامت سرود خوانم. خداوند تراوت و شادی، بهارم فقط تویی، شکوفا کن محبت در قلبم، خداوند آبادی. خداوند تراوت و شادی، بهارم فقط تویی، شکوفا کن محبت در قلبم، خداوند آبادی. در هر فصل زندگی تو با منی، در هر فصل زندگی تو با منی، در هر فصل زندگی، در هر فصل زندگی، در هر فصل زندگی تو با منی. بسیار موزیک ویدیوی واقعا زیبا و معنادار و خیلی مربوط به صحبت‌های امروز ما. خدا رو شکر واقعا برای ژیلبرت عزیز و تک تک شما عزیزان و شرایطی که واقعا داره این روزها. از اون شرایط میگذریم هر کدوم از ما به یک نوع یک نحوی، اما مطمئنا خداوند در کنترل هست و همونطور که امروز یاد گرفتیم روحیه شکرگزاری رو از دست ندیم، چون خداوند ما خدای قادر هست، خدای مهربان و خدای پرمحبت هست و او لایق شکرگزاری و ستایش هست. آمین. خب خواهر لویز جان، من برم سراغ سوال آقای جلال که پرسیدن که میشه منظور آیه 1 از باب 1 انجیل یوحنا رو بگید که تا مفهومش رو بیشتر متوجه بشیم در ارتباط با واژه کلمه. اگر میتونید در این مورد یه مقدار توضیح بدید. معروفترین باب بله. اناجیل رو در واقع برای اینکه این رو خوب بفهمیم کلمه رو همینجوری بیایم بگیم چیز نیست. لازمش اینه که بریم تو خود انجیل یوحنا باب 1 و این خیلی بسیار واضح مرحله به مرحله این مسئله واژه کلمه رو توضیح میده. ببینید میگه که اولا که این انجیل زمانی نوشته شد که سایر اناجیل نوشته شده بودن. در بین سالهای از 85 تا 90 میلادی
حدس میزنن که تاریخ نگارش این انجیل بوده. پس اون 3 تا این اناجیل دیگه بودن و هر کدوم هم خب هدف خاصی داشتن برای نوشتن اناجیل. متی روی پادشاهی عیسی بود، مرقس روی خادم بودن عیسی، لوقا روی انسانیت عیسی. انجیل یوحنا تاکید روی الوهیت عیسی داره. در واقع میخواد بگه به یهودیان که این همون مسیح موعوده که این همه پیشگویی ها شده. در ضمن خطاب به غیر یهودیان نوشته شده که الان توضیح خواهم داد. در ابتدا میگه کلمه بود. اگه دقت بکنید شروع این باب رو شبیه باب اول پیدایش نوشته. وقتی که اینجا میگه در ابتدا کلمه بود، اولین باب کتاب پیدایش، اولین باب کتاب مقدس، در اونجا میگه در ابتدا خدا. خب اگه دقت بکنید دقیقاً اونجوری شروع کرده و زمانی که یوحنا این چیز رو مینویسه در اون ایام دنیای اون زمان خیلی تحت تاثیر فلسفه یونانی بوده. این کلمه‌ای که برای کلمه اینجا استفاده کرده در واقع اسمش کلمه لوگوس رو آورد. حالا بگید که لوگوس چیه؟ ببینید مخاطب یوحنا اولا هم یهودیاست هم غیر یهودیا. خب و ببینید خدا گفت در کتاب اول پیدایش، باب اول پیدایش میگه خدا گفت و شد. خب اون خدا با گفتن همه چی رو خلق میکنه. خب این از این. لوگوس رو که اینجا یوحنا استفاده کرده برای خوانندگانش، برای مخاطبینش آشنا بود، برای اینکه اون زمان فلسفه یونان خیلی به سرعت قوت گرفته بود. این فلسفه یونانی که همون فلسفه افلاطونی شاید بگیم اون هستش، یعنی دلیل یا علت یا قوه‌ای که همه کائنات رو نظم داده. ببینید یونانیا، فلسفه یونانیا این بوده که میگه به اصطلاح در واقع فلسفه یونان میگه یه دنیای روحانی هست و لوگوس در واقع اون نظام یا اون دانش یا اون خردی هستش که در واقع دنیای مادی رو، یعنی یه دنیای روحانیه بعد یه دنیای مادیه. اون دنیای روحانی در واقع اون رو لوگوس نامیده. لوگوس کلمه در واقع در مورد خدا به کار برده میشه. این داره میگه که در ابتدا خدا بود. در چیز میگه. بعد اینجا باز یونانیا میگن اول خدا بعد ماده و خدا بالاتر از ماده است، ماده پسته، ولی در ماورای این دنیای مادی یک دنیای روحانی است که لوگوس اون نظام یا اون خرد یا اون قوه در واقع هستش که دنیای مادی رو قوام میده، نظم میده بهش. میگه کلمه خدا بود. در این انجیل اول میگه کلمه نزد خدا بود، بعد میگه که کلمه خدا بود. داره در واقع میگه که این لوگوس، اون کسی که میشنوه، مخاطبین همونطور که گفتم میدونستن منظور یوحنا کیه، چون داره به همه مینویسه. برای اینکه این تفکر یونانی وارد کلیسا هم شده بود. همونطور که گفتم یوحنا بعد از همه در واقع هم انجیلش رو، همینطور رسالات خودش رو و مکاشفه، همه اینها بعد از بقیه کتب عهد جدید نوشته شده، بعد از اناجیل. توی این فاصله این تفکر یونانی وارد کلیسا هم شده بود و یوحنا اینو لازم دید که یه مقدار تصحیح کنه تفکر کلیسا رو، به اصطلاح بر اساس تصحیح کنه، برگردونه به مسیر اصلی. در واقع ببینید وقتی میگه کلمه خدا بود، کلام خدا که از خود خدا جدا نیست. خدا گفت شد. خدا و کلامش با هم هستن. میگه کلمه جسم شد. بر اساس تفکر یونانی، چون گفتیم که در عالم روحانی خدا
در عالم روحانی بالاست و ماده پسته. از نظر تفکر روحانی در واقع با این ادعا، با این نحوه شروع انجیلش، در واقع یک انقلابی یا یک هشداری، یک چیزی یوحنا آورد که همه رو به شوک انداخت. برای اینکه بر اساس تفکر یونانی خدا که عالی روحانیه نمیتونه وارد دنیای پست بشه، وارد دنیای مادی بشه. و در دنیای یهودیا، در اون مخاطبین یهودی، خدا هم با دنیای گناهکار رابطه نداشته، نمیتونسته به اصطلاح وارد دنیایی که گناه توشه، نمیتونه خدایی که کاملا عاری از گناهست و مقدسه وارد بشه. یعنی ما میبینیم اینجا در واقع دارن میگن که چطور میشه که خدا خودش رو به چیزی پستر تبدیل بکنه که از نظر تفکر یونانی، از نظر تفکر عبری و یهودی به هر حال هیچ کدوم اینها در مورد خدا صدق نمیکرد. و اینکه کلمه در ابتدا کلمه بود، بعد میایم همینجور میبینیم در مورد خصوصیات این کلمه میگه نزد خدا بود، بعد کلمه خدا بود. در واقع داره به دنیای اون مخاطبین اون زمان داره میگه این لوگوس خداست، لوگوس خداست. این کلمه لوگوس رو استفاده کرده که همونطور که گفتم مفهوم آشنا بوده برای مخاطبین یهودی و یونانی در اون زمان. و ادامه میده همینطور در موردش. وقتی که ادامه میده ما میخونیم میبینیم دقیقاً در مورد خدا داره صحبت میکنه. در واقع چیزی که باعث شد اصلا عیسی رو مصلوبش کنن ادعایی بوده که انجام داد، گفته که من و پدر یک هست. خب و اینها براشون هضم این مسئله آسون نبود و همین امرم که خودشو خدا میدونست در واقع باعث شد که مصلوبش کنه. و برای یونانی هم باور قابل چیز نبود که چطور لوگوس میتونه بیاد وارد ماده بشه، دنیای مادی. این بود که یعنی در واقع امیدوارم درست، یعنی این وقت کم درست توضیح داده باشم و جواب سوال این برادر عزیز جلال رو داده باشم. خیلی ممنون. خداست، بله. کلمه خدا. عالی، ممنون، مرسی خواهر لوئیس جان. ما هم امیدوار هستیم که آقای جلال جوابشون رو گرفته باشن. بسیار عالی. جان عزیز گفتن فیض و برکت و سلامتی خداوند با همه شما باد، آمین. خیلی ممنون، همچنین با شما دوست عزیز. بیژن عزیز گفتن فرکانس شبکه رو اگر میشه برای من بفرستید. بیژن جان، دوستان عزیز ما در واقع روابط عمومی ازشون میخوایم که برای شما بفرستن فرکانس رو، و یا اینکه اگر دسترسی داشته باشید به اینستاگرام و یا فیسبوک علامت سوال و یا 107 پارس هم میتونید از این طریق هم فرکانس شبکه 107 پارس رو داشته باشید. بر روی صفحه نوشته شده. و همچنین دوست عزیز ما آقای محمد گفتن برکت خداوند بر شما عزیزان خداوند شما رو برکت و سلامتی و شادی بده. آمین آمین. خیلی ممنون، مرسی آقای محمد. همچنین بر شما و سلامتی خداوند هم با شما دوست عزیز. فریبای عزیز هم گفتن که وای خواهر لوئیس شما همیشه روحیه شکرگزاری دارین؟ حتی اگه نداشته باشم همونطور که گفتم خودمو بالا میکشم. حقیقتش در طول من 47 سال در خداوند است. حالا سنمونم لو بدیم خیلی وقته. شما که فکر نمی‌کنم بیشتر از 25 سال داشته باشی خواهر لوئیس. چجوری 47 ساله؟ من خیلی با خودم حرف میزنم. شاید واقعا میگم مثلا وقتی تنهام به خودم میگم خودتو بالا بکش لوئیس، خودتو بالا بکش. خیلی به خودم روحیه میدم خودم رو، مخصوصا با مزامیر. ببینید زندگی همیشه شاد نیست. ما تصمیم میگیریم علیرغم همه شرایط در یک روحیه درست باشیم. بله. ما همونطور که گفتم اگه بخوام از زندگی شخصی خودمون بگم، بسیار موارد سخت بوده، شاید کمترش راحت بود، ولی از نظر روحیه واقعا اینو با خودم صحبت میکنم، خودم رو بالا میکشم. خیلی هر روز این کار رو میکنم و تا حالا هم نتیجه مثبت داده. پیشنهاد میکنم شما هم این کار رو بکنید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعا این همون دیسیپلینی که باید داشته باشین و این خیلی خودش مهم هست خواهر لوئیس جان. خیلی خیلی مهمه. خدا رو شکر بر وجودتون.
تلفن داریم. آقای خسرو بر روی خط هستن. سلام بر شما خسرو جان. درود بر شما و بر خواهر لوئیس عزیز. اون چی سوالی شده بود در مورد کلمه که البته خود خواهر لوئیس دادن، من فقط خسرو جان متاسفانه صدای شما یه مقدار قطع و وصل میشه. الان خوبه؟ بله بله بفرمایید. الو بفرمایید آقای خسرو بفرمایید. تو گفتن در مورد اون شنونده و ایشون توضیح دادن که بله یونانی لوگوس هست. وقتی به عهد عتیق برگردیم در همون سفر پیدایش که میگه در ابتدا خدا بعد اونجا به لوگوس اومده. آقای خسرو جانم عذرخواهی میکنم صداتون قطع و وصل میشه. میخواین یه بار دیگه امتحان کنین تلفن بزنید؟ امیدوار هستم که بتونیم صدای شما رو بهتر داشته باشیم. خیلی ممنون مرسی. بله متاسفانه صدای خسرو جان قطع و وصل میشد و خیلی نمیشد متوجه بشیم. تا خسرو جان دوباره تماس بگیرن من بقیه پیغام ها رو بخونم. علی عزیز هم علی و ندای عزیز خواهر لوئیس جان هر دو یک سوال در واقع مشابه کردن. اولا ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه گفتن که میشه در ارتباط با روزه در مسیحیت یه مقدار توضیح بدید؟ بله البته در تمام کتاب تورات در واقع یک روز رو ما داریم برای روزه اعلان شده، اونم روز کفاره است. اگه بخوایم فرمولیش بکنیم ما یه روز فقط برای روزه داریم، بقیهش همش اعیاد و حالا سوگواری و هر چیزی اشاره به روزه نمیکنه. اما در مورد انبیا ما میبینیم که اینها مرتب در دعا و روزه هستن. در عهد عتیق در عهد جدید زمانی که عیسی رو میخوان تقدیم بکنن در مورد حنا و در مورد شمعون صحبت میکنه و میگه که حنا بعد از فوت شوهرش وقتی بیوه شد این تمام مدت در معبد خدا به دعا و روزه بود. ببینید انتخابیه، شخص برای حالا هر علت هر مسئلت دل میتونه تصمیم بگیره روزه بگیره. حالا این روزه از ایام قدیم تا به حال همیشه پرهیز از خوراکی بوده. خب ولی بعضیا هستن در عصر جدید دارم میبینم مثلا میگن روزه شکلات میگیرن، یعنی شکلات رو از غذا قطع میکنن. ولی این قطع کردن شکلات یک یادآوری است براشون که دعا بکنن. فرد به فرد فرق میکنه. ولی برای خیلی از موارد ما میبینیم حتی خود مسیح برای پسری که پدر به اصطلاح پسرشو میاره میگه این گاو آتیش خودشو میندازه، آوردن پیش شاگردان نتونستن اینو شفا بدن آوردن و مسیح چی برگشت گفت به شاگردان؟ گفت که این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیره. من قبلا هم گفتم همون لحظه که عیسی در دعا و روزه نبود، دعا و روزه رو در خلوته، در زمانی که هنوز چیزی نیست، در دعاهای شخصی افراد میتونن روزه بگیرن برای اینکه به عمق‌های خدا وارد بشن. هر کسی بنا به چیز قلبی خودش میتونه تصمیم بگیره روزه بگیره. حالا میخواد نصف روز باشه، تمام روز باشه، هفته باشه، 40 روز باشه، بستگی داره به خود شخص. اما از نظر شریعتی اگر حساب بکنیم در عهد عتیق یک روز فقط بوده برای کفاره. اما الان من خیلی ها رو میشناسم، خودمونم این کار کردیم که برای بعضی از موارد ما دعا میکنیم روزه هست، در روزه به اصطلاح به دعا میگذرونیم. این به خود شخص بستگی. درسته. در تایید صحبت‌های خواهر لوئیس جان اگر مثلا اشاره کردن اگر شخص مثلا شکلات نمیخوره به خاطر اینکه مثلا اون شخص ممکنه اون شکلات خیلی براش مهم باشه خوردنش، مثلا اینکه اگر بخواد ازش بگذره واقعا سخت باشه، یعنی یه چیزی که ما شدیداً حالا یا بهش اعتیاد داریم یا بهش وابسته هستیم که بخوایم اون رو بذاریم کنار، در کنارش یعنی در واقع یک قربانی دادن هست و در کنارش وقتی اون رو بذاریم کنار به جای اون رسیدن به وقت دعا گذاشتن و در واقع ارتباط داشتن با خداوند. و اینو هم من خدمتتون بگم زمانی که تصمیم میگیرید که یک چیز مهم رو در زندگیتون بذارید کنار، حالا اون ممکنه حتی یک رفتار باشه،
یا یک مسئله حالا خوراکی باشه، هر چیزی که باشه که به هر حال گفتم همینجور که خواهر لویز گفتن ممکن هست که سخت باشه براتون گذاشتن کنارش، زمانی که شروع میکنید به روزه گرفتن اتفاقا سخت‌تر هم خواهد بود. این تجربه شخصی من. اتفاقا خواهر لویز جان حدود 1 هفته پیش من یه تصمیم رو گرفتم در رفتارم که یک سری حالا شاید حکمت بیشتر رو داشتن، دقیقاً از همون لحظه بدتر شد. پس خودتون رو آماده کنید برای این قضیه، به خاطر اینکه همیشه حملات بیشتر خواهد بود در این شرایط. درسته. من روزه جملات منفی گرفتم چند سال پیش و به خودم میگفتم باید سعی بکنم خیلی کم تا اونجا که میشه جملات رو مثبت ده. دقیقاً. باور کنید بیشترین توبه رو من هر نیم ساعت نشده یه جمله منفی میگفتم، 2 ساعت نشده، اینقدر این سخت بود برام، ولی بالاخره بعد 3-4 هفته موفق شدم و گرفتم این رو. اینکه مصر باشید برای هر چیزی که روزه میگیرید، اول سخته ولی بعدا موفق میشید. دقیقاً همینطور. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. آقای خسرو تلفنشون وصل شد، امیدوارم که بتونیم صحبت رو داشته باشیم. خسرو جان در خدمت شما هستیم. درود بر شما عزیزان، ببخشید نمیدونم چرا خط اینطور شد، خیلی مختصر توضیح میدم. اون عزیزی که سوال کرده بودن در مورد کلام توضیح بدید، ببین از عهد عتیق من میخونم، اینجا میگه در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. خب اینجا در واقع اینه، در آغاز کلام آسمان ها و زمین را آفرید. در یونانی اینه، در آغاز لوگوس آسمان ها و زمین را آفرید. و وقتی میایم در انجیل یوحنا همونه، در آغاز لوگوس بود، لوگوس با خدا بود، لوگوس خدا بود. این همونه. خدا برکتتون بده. آمین. خیلی ممنون، مرسی خسرو جان، خیلی ممنون از صحبت هایی که کردید و اینکه نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. خدا برکتتون بده. خب یوحنای عزیز گفتن درود بر شما، شکرگزاری میکنم برای برنامه علامت سوال. خیلی ممنون. آمین آمین. ممنون، مرسی یوحنا جان از اینکه بیننده برنامه علامت سوال هستید. خدا رو شکر برای وجود شما و تک تک بینندگان عزیزی که به هر حال در تماس هستید، میبینید برنامه رو و واقعا باعث برکت هست برای ما همچنین مرضیه عزیز گفتن که تشکر فراوان برای برنامه‌های شما عزیزانم. به نظر من شکرگزاری آرامشی به ما میده که پذیرش مشکلات رو برای ما آسان‌تر میکنه. دقیقاً همینطور. ما در جزء فواید شکرگزاری این مسئله رو عنوان کردیم، گفتیم که آرامی میده، اصلا باعث تغییر روحیه میشه، خیلی تاثیر داره. درسته همینطوره. هلن عزیز هم گفتن که منم در ایامی که کرونا داشتم تنها شکرگزاری و امیدم به نام عیسی کمک کرد. دعا در نام او قوت من شد. شکر که در تمامی فصل زندگی با ما هستی. و بعد هم گفتن خواهر لویز خیلی با جمله خودت رو بالا بکش ارتباط برقرار کردم، چون دقیقاً کاری است که من انجام میدم با وعده های خداوند. شکر به وجودتون، شکر به شما خواهرای با غیرت هم در خداوند. آمین. خدا رو شکر برای هلن عزیز که این دوره هم پشت سر گذاشتن با شکرگزاری. خدا رو شکر برای اینکه صحیح و سلامت از مسئله کرونا بیرون اومدی. آمین. خدا رو شکر. سعید عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که عیسی چند سال داشت که به صلیب کشیده شد؟ 33 سال. 33 سال. در 33 سالگی مصلوب شد. بله. در 30 سالگی خدمتش رو شروع کرد. 3 سال خدمتش رو داشت با شاگردان و در 33 سالگی مصلوب شد. خدا رو شکر برای واقعا نجاتی که همه ما دریافت کردیم از طریق خون عیسی مسیح. مهران عزیز هم گفتن که با سلام، شاید کسی باورش نشه وقتی که فرزندم علی سر کار پاش مجروح شد و در همان روز ماشینم آتیش گرفت، ولی از خدا هیچ گونه گلگی نکردم و شکر خدا رو کردم. شاید باورتون نشه، باز هم میگم خداوندا عیسی مسیح جان شکرت. آمین و آمین. آمین. خدا رو شکر. بله.
درسته. آمین. خدا خیلی وقتا همون ممکن بود، یعنی این الان بخوایم از توی این قضیه یه چیز شوک‌گذاری بکشیم بیرون، این خواهد بود که خب اگر افراد توی ماشین بودن، ماشین آتیش میگرفت چی میشد؟ بله. خدا رو شکر که تو ماشین نبودیم، میتونیم این رو بگیم. این یک به اصطلاح چی میگن، نکته‌ایه که خودش میتونه باعث شوک‌گذاری باشه. و یا در مورد بچه‌شون، در مورد خیلی چیزای دیگه. بله، از هر چیزی بخوایم شوک‌گذاری بکشیم بیرون هست توش. دقیقا همینطور. آمین. خدا رو شکر. مهرشاد عزیز هم گفتن خواهر لویز عزیز درود و برکت خدا با شما باشد و بماند. آمین. 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 مرسی، ممنون مهرشاد جان. و عبدالقدوس عزیز هم گفتن مسیح برمیگردد، 40 سال حکومت می کند، دنیا را پر از عدل می کند، در آن روز مردم به یک دین ایمان می آورند، آن همان انسانیت است. البته در رابطه با سالهایی که مسیح سلطنت خواهد کرد، بر اساس آنچه که در مکاشفه میبینیم، بله او خواهد برگشت، خواهد اومد و به اصطلاح داوری چی میگن کلیسا خواهد بود و بعد کلیسا رو بوده خواهد شد و ما 1000 سال مبارک داریم. وقتی برمیگرده 1000 سال مبارک است که سلطنت بره خواهد بود و بعدش هم که به آسمان رو بوده میشه. حالا نمیدونم ایشون از کدوم کتاب و از کجا اقتباس کردن، ولی اون چیزی که گفتم در کتاب مکاشفه اینطوری نوشته شد. درسته، همینطوره. خیلی ممنون. مرسی خواهر جان. منای عزیز هم خواستن یه شهادت بدن، گفتن که خانواده خالم و همچنین خانواده خواهر شوهر خالشون همگی کرونا گرفته بودن. البته خودشون ایماندار بودن و گفتن میگن که هممون در دعا بودیم این روزها و خداوند جواب دعاهامون رو داد، شفا رو دریافت کردن و حالشون کاملا خوب هست. جلال بر نام خداوند. خدا رو شکر. خدا رو شکر برای این شهادت‌های زیبا. آمین. واقعا خدا رو شکر. و پری عزیز هم گفتن خواهر لویز عزیز ممنون از شما که تجربه خود رو با ما در میان گذاشتید و اینکه خودتون در ارتباط با خودتون رو بالا کشیدن و این صحبتتون حسابی به دل نشسته خواهر لویز. مرسی، ممنونم از محبتی که نشون میدید. واقعا خدا رو شکر. خواهر لویز جان دیگه فرصتی نداریم برای که بخوایم تمامی مطالب رو بخونیم، فقط من یک موضوع دیگر رو میخونم و بعد فکر میکنم بهتر هست که وقتمون رو بدیم به دعا و شکرگزاری همچنین برای دوستان عزیزی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن. فرشیده عزیز هم باز تشکر کردن از برنامه و گفتن که از تفسیر زیباتون ممنون هستم که با من در دعا هستید. خیلی دوستتون دارم و خدا رو شکر برای وجود شما خواهر لویز عزیز. صحبت‌های زیبای شما منو در تصمیمم مصمم‌تر کرده و تشکر کردن. خدا رو شکر برای وجودشون. من واقعا اینجا نوشتم تو لیستم حقیقت شو بخواید. و خواهر لویز وقتی قول میدن سر قولشون هستن. من همیشه میرم سراغ خواهر لویز، خواهر لویز یادتون نره برای من دعا کنید، چون میدونم که خواهر لویز حتما این کار رو میکنن. میشه روی واقعا صحبتاشون حساب کرد و روی دعاهایی که میکنن. خدا رو شکر برای وجود شما خواهر لویز جان و تک تک شما عزیزان بیننده. اما وقت دعا هست، بریم با هم دعای ربانی رو بشنویم، برگردیم و برای تک تک شما عزیزانی که درخواست هاتون رو فرستادین در دعا باشیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست.
آمین. عزیزان، از شما میخوام که متحد باشین با ما و برای تک تک عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن با هم در دعا باشیم. خلوص جان، سونیای عزیز خواستن برای خانوادهشون، برای اینکه زمان مهاجرتشون جلو بیفته و همه چیز طبق صلاح خداوند پیش بره دعا کنیم. برای سلامتی نسرین همچنین در دعا باشین و بیژن عزیز خواستن برای برادرشون دعا کنیم، برای اینکه سکته کردن و حالشون خوب نیست و همچنین برای اینکه خودشون هم آرامش و سلامتی بگیرن و برای دیابتشون. جان عزیز خواستن برای همه خدمات و مسائل که برای کرونا هست دعا بکنیم. احمد رضای عزیز خواستن برای ازدواجشون در دعا باشیم. ماهرخ عزیز برای کشور ایران و بهنام و برای خودشون که کرونا گرفتن و برای سرطان سینه آزیتا خواستن دعا بشه. محمد رضا برای نجات مظلومان از شر ظالمان و نابودی ظالمان. فرشیده برای شفای روابط فرشیده و فؤاد و برای اینکه خداوند بهشون قلبی شکرگزار و پرستنده عطا فرماید. مهسا برای سلامتی و آرامش و جواب اقامت الناز. مرزیه برای داداششون سجاد عزیز که به ویروس کرونا مبتلا شده و برای همه مردم ایران و برای آرامش پدر و مادرشون. مهران برای زندگیشون. رابن عزیز برای اینکه از این شرایط سخت بیماری بیرون بیان و اینکه ناامید شدن. علی برای برادرشون رحمان که الان در بیمارستان هستن، او خادم خداست در ایران. نجمه برای دخترشون غزل و ازدواج و تحصیل و مهاجرتش. کیوان برای ازدواجشون خواستن در دعا باشین و اینکه 5 ساله در روزه هستن. و ابوذر عزیز هم برای پناهجویانی که در ترکیه، یونان، بوسنی و صربستان هستن. همه این عزیزان خواستن براشون در دعا باشیم و همچنین برای دختر پری خواستن که به نام سارینا که هراس اجتماعی داره خواستن دعا بشه. خلوص جان، 1 دقیقه فرصت بیشتر نداریم برای دعا کردن برای این عزیزان. حتما. ای خداوند، حقیقتا این تو هستی ای خداوند که به دنبال گم شده هستی. در تو یافت میشویم ای خداوند. حقیقتا من سلامتی تو را بر تمام این لیست دعا اعلام می‌کنم. حقیقتا این تویی که به استخوان‌های مرده تو حیات در تو هستی ای خداوند. شرایط عوض میشه. حقیقتا حیات تو، سلامتی تو را بر وضعیت این عزیزانی که اسمشون برده شده میذارم. سلامتی که حقیقتا این عزیزان رو از سرطان، از هر گونه لیستی که اسم برده شده و همینطور برای شفای شوهر فرشیده جان. خداوند، حقیقتا به حضور مبارک تو هستیم. اعتراف میکنیم که یهوه رافا تو شفا دهنده ما هستی. پس به تو ای خداوند رجوع میکنیم و حقیقتا میگیم یهوه روی خود را بر این عزیزان بتاباند. یهوه برکت خود را بر این عزیزان بدهد. خداوند شکرت میکنم و حقیقتا دعا میکنم بر شرایط این عزیزان، هر کدوم، چه از نظر اقامت، مهاجرت، از نظر مسائل مالی، هر چیزی ای خداوند، مخصوصا شفا، حقیقتا حیات خود را در شرایط این عزیزان بدم. تو رو شکر میکنم و حقیقتا در خانه و مسکن این عزیزان سلامتی تو باشه و رفاهیت، خداوند، رفاه و آسایش در مسکن این عزیزان برقرار باشه. تو رو شکر میکنم و به نام پسر یگانه تو این دعا رو میکنم. آمین. خیلی ممنون. مرسی خلوص جان، مرسی واقعا از اینکه در برنامه حضور داشتید و همچنین تک تک شما عزیزان. آمین میگیم به تک تک این دعاها و شبتون بخیر باشه، در سلامتی خداوند باشین. خدا نگهدار شما عزیزان باشه.